وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فتكونا من الظالمين. قلنا ما گفتیم الله میگه ای آدم اسکن داخل شو انت تو سکونت کو زندگی کو و زوجک خانمت الجنت جنت را و کلا منها بخورین اردویتان منها از اینمی درخت رغدن از امی جنت رغدن فریمان هر جای برین حیث شئتما هر جایی که میخواین جنت کلانه خو یک چیز هشدار ولا تقربا یک نهیش کرد نزدیک نشه نزدیک خوردن خوبان که نزدیک اینمی درخت نشی هذه شجره بینی درخت نزدیک نشی خوردن خوبان حتی سیلش هم نکو خب که اومدی سعی کردی باز دلت کنم چیز تیر نشه نزدیک نشی فتکونا من الظالمین از جمله ظالما میشین نزدیکی درخت نشین هدفش چیست که نخورین ولی انسان که نزدیک یک حرام شود باز واقع میشه خب یکم تو میگم من اینجا میرم نمیخورم حرام نه در بین شرابی ها که رفتی و گشتی باز آخر شراب هم میزنی که چرسی ها که زیاد گشت و آخر میگه یک دود تو دیگمش کن میزنی چرستام ها که تو پودری ها گشتی و آخر پودری میشی که تو زناکارا گشتی و آخر هم تو میشی ها این تاثیر داره. الله گفت نزدیک نشید. خب آدم علیه السلام اینجا این آیت هدفش چیست؟ الله خبر میده که آدم اکرام کرد عزت داد. شیطان گفت فخرج بیرون شو، آدم گفت که برو. بعد از اینکه ملائکه سجده کردن آدم علیه السلام گفت برو در این جنت داخل شو. آیا آدم علیه السلام نبی بود یا نبود؟ خب در این اختلافات هست. ابو ذر یک روایت هست میگه یا رسول الله رایت نبیان کان آدم نبی بود؟ آدم قال نعم نبیان و رسولا. میگه آدم اصلا گفت نبی هم بود رسول الله هم گفت رسول هم بود. یکلمه الله قبیلا، الله رو بروی به امرش گپ زده. واقعا به امر آدم علیه السلام مستقیم الله صحبت کرده. اینجا گفتش اسکن انت و زوجک الجنه، داخل شو تو در جنت. خب و خانمت از این فهمیده میشه خانمش هم پیدا شده که جنت بره. جنت کدام؟ بعد میگه جنت دنیا کدام باغی بوده؟ در زمین بود. بعد میگه آسمان. ولی کسایی میگن که در زمین بود دلیل قوی ندارن هیچ. از معتزله و قدریه هم میطور میگن که در زمین بود. خب مفسرین صحابه کلش میگه که در آسمان. جنتی که ما و شما میریم دونمو جنت. الله بخیر ما و شما را دنیا مومن تیر کند. خب مسلمان صحیح باز اونجا بخیر اونمو جنت است که در قیامت مردم میره مومنین داخل میشه. خب چرا؟ دلایل اینجا است که الله برشان میگه که قل نهبطوا، پایین شوین. اگر در زمین باشه از کجا پایین شوه؟ کدام بلندی خونید؟ احباط فهمیده میشه و بود از بالا پایین میگه که در جنت آسمان. یکم تا میگن ای تو این معتزله کرد یک گروپ گمراه است. اسکن انت و کلا، بخورین اردویتان امر کت الله منها از جنت فریمان حیث شئتما، هر جایی که میرین آزاد بگردین خوراک کنین هر جایی که دلتان میشه. خو یک کار کنین ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوین دینمی درخت. دینی درخت نزدیک نشین. الله و درخت تعیین کرد. چی بوده؟ اکثر مفسرین میگه که این درخت انگور بود. یکم تا میگن گندم بود. ولی گندم خام کسی چی میکنه بخوره نه؟ اما انگور است دیگه. انگور بسیار زیباست. انگور هم مختلف است. با انگور جنت دیگه همون تو انگور است نه؟ دل انسان کشف میکنه. بعضی میگه اینمی جنس انگور منع کرد. اینمی درخت ها کلش انگور است. از زمین نخورین. دیگه هر میوه را بخورین انگور نه. دل زیاد دیگه میگه والا از اینکه من نکرده چی گفا باشه. فتکونا من الظالمین، اگر نزدیک شدین از جمله ظالما میشین. ظالمی که گناهگار، نعمتای الله سرتان کم میشه. ظلم به معنای کم هم آمدگی است. حتی الله برش گفت که در اینجا خواب سرتان نمیاد. خب دیگه لباسایتان دست نمیتین. اگر به این درخت نزدیک شوین باز هم چیز دست میتین. یهود میگه که این درخت انگور بود. این گپ یهود است. اگر چیز بوده درخت میگه گندم بوده. خب
ولی این قوی نیست. انگور بوده، بعضی میگن انجیر بوده. اگر قرآن تعیین نکرده ولی روایت های مردم های سابقه است. در حدیث ایام نیست. رسول الله نمیگه چی بود. خب یک درخت بود، احتمال زیاد است که انگور بوده باشه یا انجیر بوده باشه. همین چیز خوب است که زمین نزدیک نشین. الله سعی امتحان میکنه. در این امتحان دیگه چی گپ میشه؟ اگر شدین باز ظالم میشین. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله میگه فأزلهما، لغزانید، وسوسه کرد امی دو دانه را الشیطان و شیطان. کی را؟ آدم و حوا را. عنها از امی جنت فأخرجهما، بیرونشان کرد شیطان. شیطان سبب شد. خب بیرون نکرد الله، بیرون که سبب شد. مما کان فی، از اون نعمتایی کردو از اینا دو نعمتا بودن در جنت. و قلنا گفتیم ما اهبطوا، پایین شوین ای آدم به امرای اولادیت. آدم، حوا، شیطان. بعضکم لبعض عدو، بعض شما را برای بعض دیگر را دشمنا می باشین. یعنی بعض مؤمن و کافر میشن، دشمنی میشن. ولکم فی الارض مستقر، از برای شما در روی زمین جای قراری است، زندگی کنین. و متاع الی حین، منفعت و بهره است تا یک مدت، تا یک کم وقت هستین، با پس مین مرگتان میاد. فأزلهم الشیطان، شیطان یارا چی کرد؟ لغزانید، فریب داد، بیرونشان کرد. چطور این کار کرد؟ بعضی میگه که در دهن مار داخل شد. یک مار گفت روان بود، شیطان گفت کجا میری؟ گفت در جنت. گفت خدا خورد کرد، داخل شد و رفت. این روایت اسرائیلی است. خب در دهن مار داخل شد. مار چی میکنه در اونجا؟ خب برای در جنت نه، این گپاست ولی ثابت نیستی، از رسول الله صلی نیست. دیگه گفته شاید روایت اسرائیلی است. اسرائیلی خواست. اصل این طور است که وقتی که الله شیطان گفت برو، آدم علیه السلام گفت در جنت برو، او را گفت برای از آسمان ها. در اونمو وقت این شیطان چی گفت؟ من خو میرم، من خو ذلیل شدم، من خو خوار شدم، من خو لعنتی شدم، یک گپ خیرخواهی برای تو میکنم میرم دیگه. گفت چی خیرخواهی میکنی؟ گفت اینمی درخته که الله تو را منع کرده، اگه این را خوردی شما ملائکه میشی دیگه، همیشه میمانی دیگه. کدام گناه کدام گپی نیست، فقط ملائکه میشی. نمیخوای ملائکه باشی همیشه باشی در جنت، هیچ بیرون نمیشی. او باور نکرد، گفت نخواد تو دروغ میگی. شیطان قسم خورد، گفت قسم به اون ذاتی که مرا پیدا کرده. اولین بار به دروغ قسم کی خورده؟ ابلیس قسم خورد. شیطان که قسم خورد که ما آدم نیک هستم، به خیرت هستم، او ای گفت نخواد دروغ بگه. ای آدم قسم خوردی، شیطان نخواد قدر دشمنی به ناحق قسم خورده باشه. آدم علیه السلام آوردوشان آمدن، گفتن چی کنیم؟ فانا خزمی درخت بخوریم بیا که همیشه باشیم. یکم تا میگه اول هوا خورد، باز آدم آورد. زن بسیار شیطان است، زن ایتوره، زنا را بزنین، زنا را لط کنین. این گپا غلط است. خب قرآن در سوره طه تا الله میگه که فوسوس الیه الشیطان، وسوسه کرد با آدم علیه السلام شیطان. فقال هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی، خبر نتون به درخت همیشگی پادشاهی که هیچ ختم نمیشه. باز اردوشان خوردن. در سورت اعراف الله میگه که فوسوس لهما. باز اموجره بیارین سورت اعراف، اونمو آیتا بود. یک کمی دیگه پیش بریم اونموجه می آید. سورت اعراف آیت چند؟ آیت 20. آیت 20 الله می فرماید فوسوس لهما الشیطان، وسوسه کرد سپاره 8 از برای امید و دانه شیطان هر دوشانه، لیبدی لهما ما اوریانهما من سوات ما، تا کاشکارا کنه از برایشان آنچه که پنهان شده از شرمگاهشان. الله برش گفته بود اگه از این درخت خوردی لباسایت میره، اوریان میشی. و قال گفت شیطان ما نهاکما ربکم عن هذه الشجره، نهی نکرده شما دو دانه را ربتان خالق و معبودتان از این درخت، الا ان تکونا ملکین، مگر که شما دو دانه ملائکه شوین. ملک میشین، میفهمین؟ او تکونا من الخالدین، یا این که جمله همیشه میمانی. آدم علیه السلام باور نکرد.
و قاسمهما قسم خورد. قسم خورد شیطان بر اردوشان، هم به هوا قسم به الله میتو، هم به ای خورد. حالا اردوی از یا قسم ها را که دیدن حیران ماندن که چی گپ شد. چی گفت؟ اینی لکما لمن الناس، قسم به الله ما خیرخواهی شماست، خیرخواهی تا نمیکنم. یا گفت دیگه نخواهی آدم به دروغ قسم بخوره. نه حالا ما کدام دکاندارا پیشش میریم قسم چی میگه؟ من ایره چند خریدی؟ ایره 2000 خریدیم، عزیز یادش گوشت خنزیر باشه با من. بس 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 خب چند فایده میگیری؟ 100 روپه میگیرم. 2000 خب بره بته ایسو میم که 1500 قیمتشه. این ظالم زده سر ما. خب همین دکاندارا نه این تو دروغای شاخدار میگن این قسم به دروغی کار ابلیس است. وش کده باشین دروغ نگوین، باز قسمش خب بیخی باز کار ابلیس میکنی، ابلیس میشی. فدلهما بغرور، الله میگه پایین کرد، فریب داد اینا را، بغرور بفریب، پایینشان کرد از جنت بفریب. فلما ذاق الشجره، هر وقت که از این درخت چشیدن دمیدان ماندن. اصل ذوق از این فهمیده میشه که انگور بوده یا انجیر، نه چشیده میشه، دمیدان ماندن. که یک دفعه چی گپ شد؟ انگور گندم خود چشیده نمیشه تا کوره خوب دندان نزنی. خو یک اجتهاد محض. بدت لهما سوءاتهما، چی شد؟ آشکارا شد از برای از اینا شرمگاه هایشان. همین چشیده میدان که ماندن، لباس ها رفت طرف هواره، بی لباس شدن. و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، شروع شد که از این برگای درخت جنت در جای خودان می چسباندن. وضعیت خراب شد. الله نجات. و ناداهما ربهما، دمی وقت آوازشان کرد ربشان، علم انهکما عن تلکما الشجره، من نکرده بودم شما دوتا را از می درخت. و اقول لکما، نگفته بودم از برایتان ان الشیطان لکما عدو مبین. در سورة طه میاد الله برای آدم گفت یا آدم این الشیطان لک عدو، این شیطان دشمن شماست، فلا یخرجنکما. او تو گفتشام که از این نخوری و گپ شیطانم قبول نکنی. خوب واضح برش گفت، ولی دروغ و قسم و وسوسه کرد دیگه. قسم ها خورد. الله چند قسم خورده باشه، عذر زاری کرد، بخیرت هستم، تو بیا یک دفعه می کاره بکن، یک تجربه بکن. نه یکم تا میگه تو یک تجربه بکن می کاره. این الشیطان لکما عدو مبین. نگفتم که میگفت قال ربنا ظلمنا انفسنا، رب ظلم کردیم، اگر نبخشی و رحم نکنی لنکونن من الخاسرین. در اینجا چی میگه الله؟ فازلهما الشیطان، لغزانی تی دودانه را شیطان، لغزشی را میگه که یعنی قصدن این کار نکردن، فریب دادشان. آنها از می جنت فاخرجهما، بیرونشان کرد. شیطان الله بیرون کرده ولی شیطان سبب شد. یکم دفعه نسبت فعل به سبب داده میشه. مما کانا فی، از او چی نعمتایی که اینا بودند و نعمتا. و قلنا گفتیم ما اهبتو، پایین شوین، بعضکم لبعض عدو، بعض شما برای بعض شما دشمنات. پایین شوین چی؟ از آسمان ها، جنت دا آسمان ها، پایین شوین، زیر بین. بعضتان از برای بعض دیگر دشمن است. چی معنا؟ در اونجا که میرین بعضی کافر پیدا میشه و بعضی مومن، این دشمنی میشه. ولکم فی الارض مستقر، یا ای که شیطان دشمن می باشین. از برای شما در زمین مستقر، جای قراری است، و متاع بهره است، الهین، تا یک مدت است. برو حال کار بار کن. آدم علیه السلام با دنیا آمد دیگه، یاد داشت کار شروع که ترقای سر میکرد، توبه میکرد، گریان میکرد. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیه، فتلقى یاد گرفت آدم علیه السلام من ربی، از رب خود، کلمات چندانه کلمات را، فتاب رجوع کرد الله علیه، به بالای آدم رجوع کرد، انتابت قبول کرد توبهش الله. آدم علیه السلام چند کلمات یاد کرد. او کلمات چی بود؟ قرآن خودش تفسیر کرد که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یکم تا میگن که تو روایت های چی را آوردن. خب موضوعی ضعیفه. میگه آدم علیه السلام سر بالا کرد. خب سر که بالا کرد چی کرد؟ دید که در موجه در زیر عرش الله نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت یا الله، می الله را خوش شناختم، محمد کیست؟ گفت یا اولاده تا هر کسی را وسیله کنه در دعای خود، من هرچی بخواهم میتم. گفت یا الله به خاطر محمد مرا ببخش.
یه حدیث نیست، موضوعی است از پیش خود جور کردن. باز الله میگه سعی کنه به خاطر روی حبیبش الله آدم بخشید. بعضی ملا پیدا شدن میگه که انبیا را و اولیا را وسیله نکنین. اینی حدیث است. او حدیث موضوعی است، جور کرده شده است. حدیث صحیح در بخاری، مسلم، کتابای حدیث وجود نداره، جور کرده شده است. بلک ها حدیث جعلی هم است، مردم جور کرده. اینطور هر چیز حدیث نیست. مثل مولوی صاحب که گفت که کل یوم بترون، گفت پیامبر صلی الله علیه و آله کل یوم بترون. گفتم مولوی صاحب که توی گفت چی است؟ گفتم این چیز، گفت حدیثه. کل یوم گفتم عربی، بدترش خو فارسی است، دو آخرش دو پیشش کردی، را دو پیشرون عربیش کردی. نه بدترون. گفتم می در کجا است این حدیث؟ گفت ما در کدام کتاب دیدیم. گفتم کدام کتابه؟ گفت نامش یادم نمانده. گفتم برات میگم مولوی صاحب فارسی و عربی را یک جای کردی، نامش حدیث ماندی، حدیث نیست. فهید من تو را واری 1000 شاگرد دارم. گفتم خود داری، صحیح شاگرد داری، شاید داشته باشی دیگه، شاگرد زیاده، شاگردای خلاصه قدوری کنز میگه پانه کلی گپا را پیشت خوانده، ولی همی حدیث نیست. گفت اگر قال مقال میکنی، قال مقال کرد، مقتدیاش جمع شد، روز جمعه بود. بسیار خوب گپ زد، در آخرم یک کار زد در دل مردم. گفت یهود آمده، نصارا آمده، تو شد. در آخر گفت پیامبر گفته کل یومین بترون، روز خوب نمیشه. خب خیلی چی گپ، یعنی بشینیم بانیم دیگه کار نکنیم. من گفتم یک کار در دلم زد، همی حدیث ازی کار زد در دل من و این بسیار مردم ناامید کرد. خب رفتم گفتم مولوی صاحب همی حدیث در کجاست؟ گفت کدام کتاب است؟ نامش یادم رفت. حالا نمیفهمید کدام کتاب است، سر به خود گفته رایستی حدیث است. اما سندش یک تحقیق کود چی است، اصل نیست حدیث. خب آخر مقتدی‌ها را سرم خبر کرد. مقتدی آمد گفت میری که یا چطور کار کنیم؟ گفتم میرم. چوتا موتا گفت بیارم میزنیم ما دیگه، گپ تا بالا شوه خلاص ما خلط میکنیم. ما الحمدلله زیاد بودیم، 20 نفر بودیم. گفت سوالش کرد دیگه چی قال مقال دارین؟ یا میذاره ترسیدن که جنگ نشه. 20 نفر بودیم. خب بعد از اون باز من گفتم مولوی صاحب یک حدیث صحیح را میگم که متواتر در بخاری هم هست، اینه ما رفتم رسول الله میگه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی به ما دروغ جور کند قصدن، ما نگفتیم، میگه جای ازی د آتش، جای خود د آتش جور کنه. اینه دیگه ما رفتم گفتم این حدیث نیست، تحقیق کو در دیگه جمعه بخی بگو که ما حدیث نبود، فارسی و عربی را یک جای کردیم، از پیش خود گفتیم. دیگه خود توبه ملای نمیست، توبه عالم همیست که پس بگو که اشتباه شد. فتلقا یاد گرفت آدم علیه السلام از رب خود کلمات، سکی رحمت الله را. الله گفت چه قسم میخوای توبه کنی؟ این کلمات توبه را برش روان کرد که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. الله یادش داد اینی را بگی توبه بکن. فتاب رجوع کرد، الله با بالازی توبهش قبول کرد. میگه کل بنی آدم خطا، هر اولاد انسان خطا میکنه و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکارا توبه کننده است. این حدیث به درجه حسنه، توبه بکن. یعنی پدر ما و شما گناه کرده ولی عاجل توبه کرد، ما و شما از گناه سر میزنه، باید توبه کنیم. بعضی میگه گناه نکرده، نه گناه کرده، گناهی که کلان نبود، صغیره بود، قصدن نبود، قصدن بوده ولی شیطان فریب داد دیگه. بعضی میگه اجتهاد کرد، چطور کرد؟ انه هو التواب الرحیم، بدون شک الله خاص همی التواب، بسیار توبه قبول کننده است. ما و شما گناه کردیم، توبه کنیم. الرحیم، بسیار رحم کننده است. قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا الله میگه ما گفتیم اهبطوا پایین شوین، منها زمی جنت ها و آسمان ها جمیعا همگیتان. در اونجا الله آدم علیه السلام هوا را گفت، در اینجا میگه که پایین شوین کلگی را، شیطان هیچ کس نمانه، بیرون شوین، ابلیس همه. هدف در اینجا چیز؟ ذریه اولادا، اولادی تام نمی باشه، کل تام برین. اولادیش که پشت سر در پشت آدم علیه السلام بود. اشاره بسی عزیز که انبیا میاد اولادید کل تان در زمین برین.
خب وقتی که در زمین میرین چی گپ میشه؟ فاما یاتینکم منی هدی، به شرطی که بیاد شما را از طرف ما هدایت، فمن تبع هدایا، هر کسی تابعداری هدایت مرا کرد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غمگین می شود و نه ترس با بالایش می باشد. الله گفت برین در دنیا که میرین مطابق قانون خود زندگی نکنین، قانون از آسمان میاد. فاما، بشرطی که یاتینکم بیاید شما منی از جانب ما هدن، هدایت چی است؟ کتاب آسمانی، پیامبر. فمن تبع هدایا، هر کسی که هدایت مرا تابعداری کرد، دیگه هدایت نه حالا میگن هدایت فلانی است، کتاب فلانی است، اون نظریات دیگر رو سکو. هر کسی تابعداری هدایت مرا کرد، فلا خوف علیهم، ترس به بالای از اینا نمی باشد، ولا هم یحزنون، و نه غمگین میشن. ترس چی معنا؟ یعنی از عذاب آتش نمی ترسن، در آتش نمیره. غمگین چیزایی که در دنیا ماندگی است. در سورت طه الله چی میگه؟ سورت طه میگه قال اهبطا منها جمیعا، الله گفت پایین شوین از جنت ها همگیتان، بعضکم لبعض عدو، بعضی با بعض دیگر دشمن است، ابلیس و اینا دشمنی میکنه. فاما یاتینکم منی هدی، به شرط بیاد بر شما هدایت، فمن تبع هدایا، هر کسی تابعداری هدایت مرا کرد، از این دانسته میشه که هدایت چیست؟ وحی الله، دستور الله. فلا یضل ولا یشقى، نه گمراه میشد و نه بدبخت میشد آخرت. به شرطی که تابعداری چی را کنه؟ قرآن بکند. کتاب آخری هدایت کتاب چی است؟ قرآن. تابعداری بدون علم میشه؟ نه، قرآن یاد بگی، تابع ازی شو، گمراه نمیشه. اگر کسی قرآن یاد نگرفت، تابعداری از قرآن نکرد، چی میشه؟ گمراه میشه. واضح است دیگه. حالا ما میگیم بین قرآن کتاب الله، این قرآن چقدر صراحتاً میگه الله، چقدر واضح گفته. و می فرماید که قال ابن عباس میگه فلا يدل في الدنيا ولا يشقى في الاخره و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، هر کسی از ذکر ما که قرآن است، انا نحن نزلنا الذکر، اعراض کرد، روی گردانید، فان له معیشة ضنکا، از برای زندگی تنگ است. و نحشر یوم القیامت اعمی، در روز قیامت هم کور حشر میشه. پس سعی کنین که اگر میخواین به هدایت ثبات داشته باشین، ما و شما کل ما باید به چی چنگ دیم؟ به کتاب الله. تابعداری از چی بکنیم؟ از دستور قرآن، از دستوری که الله کتاب الله است، فرمان الله، از این دستور بگیریم، دیگه گپنی. اگر دیگه جای گرفتیم ایسو بده اوسو بده پشت دیگه کتابا، باز گمراه میشیم. یکم دفعه ما قرآن حدیث میگیم، یک آدم شعر میخوانه، خیلی بیدل صاحب چی میگی؟ شعر میخوانه. حافظ صاحب چی میگی؟ مولانا صاحب چی میگی؟ فردوسی صاحب چی میگی؟ در شاهنامه گپ زده. من گفتم تو فردوسی و بیدل و این ملای قرن 7 8 است، گفتم تو یاره که قرآن برابر کرد که رسول الله صلی الله علیه و الله را نشناختی، ما قدر الله حق قدره. گفت خود خیلی چطور میشه؟ گفتم این گپا را در دیوال دی، اینا خو بیچاره پیامبر بودن؟ نه. حتی صحابه بودن؟ نه. ائمه مجتهدین بودن؟ نه. پس هم پیدا شد شاعرها که است نظر به اون فکر افکار شعر میگه، چه قلم داره میگه، اگه خوب بود خوب، بد بود بد، عقیدهش خراب بود بسیار شعرهای خراب میگه، عقیدهش خراب بود خراب، عاشق بود شعرهای عاشقی میگه، اگه چرسی بود با چرس تعریف میکنه، پودری بود پودره، شراب خور بود می می و شراب میگه، پشت می. مثل حافظ چی میگه؟ با می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها. یعنی با می با شراب سجاده جای نماز تا رنگین کن. اگر میگه پیر مغان، اگر پیر برات گفت که برو شراب ادمو پرتو دیگه شام بخور چی شده جای نماز پرتو بکو، میگه بکو. چرا ای کار کنم؟ می خدا اسلام میگه انما الخمر، در قرآن میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، این خوب پلیتی عمل شیطان، فاجتنبوه. الله میگه اجتناب کنین. این میگه که ز سالک بیخبر نبود، میگه سالک پیر که بی خبر نیست، زرا و رسم منزل ها.
راه و رسم او هم میفهمه. گپ پیر میگه علم حال است، گپ الله قال است میگه قال، او قال میگه یا حال میگه، حال بالاست میگه. توبه نه گمراه از این فهمیده میشه که حافظم چی بوده؟ چندان آدمی نبودن. گمش که چندان آدمی نبود. یعنی یک شعر حافظ یادم آمد، ما خب شعر نمیگردم. خب مولانا را ببینی شعرهای میگه که به زبان نمیاد. خب یقین کنی شعرهای از او را بگیم میگریزین شما. خب استاد نمیشین. یک مولانا بود گفت که حافظی تو تعریف کرد، گفتم یک چند شعرش بگویم در مجلس، گفت نه نگویی میفهمید. خب گفتم اگه بگویم باز میکل این مردم میخیزه. تو گپای میزنه مولانای روم هم. خب بیچاره حال از مولانا چی جور کردن در ترکیه؟ رقص مولانا ها بوت برنجی چرخک زده رای. حالا مولانا که اصلی رقاصه بود، مولانا رقص مولانا. من یک دفعه سعی کردم گفتم می آدم هستن یا بت هستن؟ گفت نه آدم هست، بت واری خود جور کرده. گردنش اینو تو چرخک میزنه. این رقص چیست؟ رقص مولانا. رقص حرام است در اسلام. بازی توی خواندنا و یار میمانه. مردم میگه مولانا خب بیخی از پیامبر بالا، رقص هم رقص مولانا، خب بیاین دیگه رقص کنیم. در حالی که رقص در اسلام حرامه. علامه قرطبی میگه الله در قرآن میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین با ناز و نخره را نرو. دمی رقص که ناز و نخره است نه؟ یه توی قسم خود جور میکنن، تا که ناز و نخره نکنی رقص نمیشه. تا که تو ناز و نخره نکنی رقص نمیشه. رقص ممنوع است. حالا در عروسی ها زنا چی میگن؟ در عروسی که رقص نکنیم که چاره میشه؟ توبه میخیزانه پیرا، حتی یک زن 80 ساله را تو بخی یک شربته بازو میخیزه، خو یک ذره سویس شور میخوره، خیر ببینی خدا خیرت بده خدا. پیرا جوانا را دعا میکنه، جوانا پیرا را. یقین که در یک عروسی در یک هتل رفتیم، یک مرد لنگیدار ریشش تا نافش سفید چرخک میزد رقص کرده رای. چی میکنه ای؟ گفت والا رقص خو میگن ثواب داره. گفتم استغفر الله. توبه شما نمیفهمین که رقص حرام است؟ نکنین رقص. میگه در عروسی که رقص نباشه مرده خانه شد. نه دایره بزنین، ترانه‌های خوب بخوانین، در اسلام اجازه است. خوشی کنین، رقص نکنین. هر کسی را گفت بخی بازی کو گناهگار نکنه، خودش هم نکنه دیگر هم مانشه. مرد و زن کل تا نمیگم نکنین این کار. یکم تا رقص نامش اتن ملی مانده. اتن ملی خب برو خو اسلامی نامش نماندی نه؟ بیخی گروپ هست پیسه میگیره میاره تا اینجا مانده. های تو میک میزنه و تو چرخک میزنه و میک میزنه، باز میگه این جایز است. نه نکنین این کارا را. صحابه رسول الله هم این کارا را نکرده. یک فیلم جای دیدم، در جای آمدم گفتن این فیلم اسلامی است. چه اسلامی داره؟ گفت نوح علیه السلام این بیدینا مسیحا پر کرده. با دوجه نشان میده که نوح علیه السلام چهرهش یک کس تمثیل کرده رقص میکنه. میگه این رقص نوح است. این تو یک رقص است، یک ساز است. خب ما گفتم این افترای ظالما را سکو سر انبیا تومت کردن که انبیا رقص میکردن. یا هم بیدینا این کارا را میکنن، ما شما خب نکنیم این کارا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در اینجا الله گفت که کسی تابعداری قرآن کرد هیچ در جهنم نمیره. تابعداری قرآن سنت پیامبر. هدایت چیست؟ کتاب الله سنت رسول الله. والذین کفروا کسایی که کفر کردن انکار کردن از کتاب الله پیامبر و کذبوا بآیاتنا تکذیب کردن آیاتای ما را، دستورات آسمانی را، اولئک اصحاب النار اینا ملازمین آتش هستند، اهل آتش، هم فیها خالدون همیشه در آتش میمانند. الله فیصله کرد. کفرو چی معنا؟ کتاب آسمانی را قبول نداره. فمن اتبع هدایه هدایت الله را قبول نداره. کذبو انکار میکند از آیات الله. اولئک اصحاب النار اینا آتشی هستند همیشه میمانند در آتش. الله ما شما را نجات بده. خب باید ایمان بیاریم و به قرآن یاد بگیریم عمل کنیم، اونم نجات است. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فارهبون. در اینجا یک حصه دیگه از این سورت باب دیگه شروع میشه.
و در اینجا الله حالات بنی اسرائیل کی است؟ اولاد یعقوب علیه السلام. ام یهودیا در مکه و اطراف مکه بودن، در مدینه بودن. حال اینا را خطاب میکنه. این صورت چون که مدنی است، در اونجا یهودیا زندگی میکرد. بنو نذیر، بنو قینقاع، اوس و خزرج از مشرکین بود. سه قبیله کلان یهود بود. بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظه، سه قبیله کلان یوم زندگی میکردن. خب اول الله یک حکم کرد که یا ایها الناس، ای انسان ها، مشرک هم هستی، اعبدوا ربکم، الله را به وحدانیتش عبادت و اطاعت کنید. حالا هم که نشد، بنی اسرائیل که بود یا اهل کتاب بودن، علما بودن. حالا خاص خطاب میکنه، ای علما، شما بین، حالا شما میفهمید، شما اطاعت کنید. مثل که ما میگیم ای مردم از قرآن اطاعت کنین، بین یاد بگیرین. حالا میگیم مگدگان هم میکنه، ای مولای صاحبا، شما بین قبول کنین. حالا شما بین که کتاب الله را تطبیق کنین. اینجا خطاب خاص است. عام خطاب خاص یعنی چی معنا؟ قرآن عام مردم هم دعوت میده، خاص مردم هم دعوت میده. وزیر هم دعوت میده، رئیس جمهور هم دعوت میده، وکیل پارلمان هم، پلیس هم دعوت میده، اردو هم دعوت میده، امنیت هم کلش دعوت میده. این تو نیست که والا یک چگام تا را ببینیم این دیگه آدم چی میگی؟ نه ایره دعوت نکن، گمش کن. یه جور نمیشه. چطور نمیشه؟ یک جای بودیم، من کتی کسی گپ میزنم، این تو میگه اسلام، این تو مرا میگه این جنرال است. گفتم جنرال که از چی؟ این بسیار خطرناک. خطرناک از چی معنا؟ هیچ ایره قبول نمیکنم. گفتم قبول چرا نمیکنم؟ من این میره دعوت میتم اسلام، این تو میگه همین جنرال است، نماز میخوانه. گفتا خیلی مسلمان است دیگه. داد از اسلام میزنه. گفت بله. میگه ای تو مسلمان هستم که. گفتم خیلی خلاص دیگه، خیلی دعوتش بتیم اسلام، این تو میگه چرا قبول نمیکنه؟ گفت خب. گفتم ما عالمی فرعون بسیار کافر کته بود یا نه؟ گفتا موسی علیه السلام الله روان کرد دعوتش داد یا نه؟ و قال موسی یا فرعون، گفت که فرعون اینی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول الا الحق. فرعون دعوت داد و حتی تعظیم احترام شام کرد. فرعون یعنی رئیس جمهور. ای رئیس جمهور. نگفتش که نامش ولید بود، نگفت که ای ولیدک، ولید ابن مصعب. گفت ای فرعون اینی رسول، به منصبش یادش کرد. ما دعوت میتیم، هر کس باید دعوت بدیم. میفهم کلان از خرد، زن از پیر، از جوان، خانم از شوهر، شوهر از خانم، اولاد است، هر کسی که است. اینجا خطاب خاص است. در اینجا الله تا آیت چنده؟ تا آیت 46 نعمت چند امر میکنه به بالای بنی اسرائیل؟ اذکروا نعمتی، اوفوا بعهدی، آمنوا بما انزلت، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. یا اوامر است. واستعینوا بالصبر والصلاة. چند امر شد. چند دانه نهی میکند که چی میگه الله؟ نهیش چیست؟ ولا تکونوا اول کافر ولا تلبسوا الحق بالباطل. دیگه چی میگه که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. چند دانه نهی است، چند دانه امر است. این کارا بکنین، این کارا بکنین، این کارا بکنین، این کارا نکنین، این کارا نکنین. ای اولاد یعقوب، یاد کنین نعمت مرا که من انعام کردم به بالایتان. و اوفوا بعهدی، وفا کنین به عهد و پیمان ما. اوفی بعهدکم، وفا میکنم به عهد شما. و ایای فرهبون، فقط از من بترسین، از دیگه کس نترسین در تطبیق حکم الله. پس اینجا خطاب خاص است. این درس واقعات بنی اسرائیل است. الله یاد میکنه که اول خلافت به اینا دادیم، ولی امرشان کردیم که شما اگر به این احکام عمل کنین، قدرت روی زمین از شماست. اگر نکردین، باز ما میگیریم حکومت از پیشتان بدگام میدیم. اینا تا وقتی که به حکم الله، دستور الله پابند بودن، در روی زمین حکومت کردن. داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، این تو حکومت های قوی داشتن. اینا قبلا هم خود صبح خواندیم، شما نیستین در صبح. ولی پسان که نافرمان شدن، آهسته آهسته دوستی با کافر کردن، الله کافرها را سرشان مسلط کرد، حکومت از پیششان گرفت. این قانونش است. الله حکومت از اینا گرفت و بنی اسماعیل، اولاد اسماعیل علیه السلام داد. و این واقعه ادامه داره.